مجله بنیادی: اهمیت طراحی لباس و مد بر زندگی افراد قدرتمند و ثروتمندان. ثروت عاملی مهم در پیشبرد موضوعات، منابع، اتفاقات و نحوه کار و زندگی افراد و موضوعاتی که در روزمره به اونها میپردازند. ثروت باعث شادابی، نشاط، تراوت و حس زیبایی و حس خوشبختی بیشتر رو برای افراد به وجود میاره. همیشه یک جمله‌ای هست که میگن ثروت مهمترین چیز نیست، ولی یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد بهتر و هرچه بیشتر و بهتر سطح زندگیه. ثروتمندان همیشه با اتفاقاتی خوب و با اتفاقات مثبتی که برای خودشون و اطرافیانشون رقم میزنن همیشه باعث ایجاد افکار، احساسات و عواطف هیجان انگیز و مثبت برای خودشون و برای اطرافیانشون هستن. قدرت یک چیز بی نهایت با اهمیتیه که در همه موارد میشه ازش استفاده کرد و با اون به اهداف خودمون بیشتر و بهتر برسیم. ثروت باعث ایجاد منابع، ایجاد اشتغال، ایجاد راهکارهایی برای برون رفت از موضوعات و مشکلات و به همه افراد انرژی مضاعفی رو وارد میکنه و برای اونها ایجاد خلاقیت و ایجاد انگیزه میکنه. ثروتمندان همیشه در محیطی آرام و محیطی بسیار جذاب و هیجان انگیز به زندگی خودشون ادامه میدن و از موقعیت‌ها و منابع و امکاناتی که دارن به بهترین نحو استفاده میکنن. سرمایه گذاری، خرید، برنامه‌ریزی و بسیاری موارد دیگر رو برای خودشون ایجاد میکنن و با ثروتی که برای خودشون دارن و ایجاد کردن از امکاناتشون بهترین استفاده رو میکنن. قدرت هم همین احساس رو به آدم میده و همه افراد قدرت رو برای ایجاد موقعیت‌های مختلف و به وجود آوردن امکانات جدید برای خودشون بهش عشق می‌ورزن و ازش استفاده میکنن و دوست دارن همیشه در بالاترین سطح قدرت باشن. ثروتمندان افرادی بسیار خاص هستند و طرز تفکر و ایده های متفاوت تری از بقیه افراد دارند. در اینجا به یکی از موضوعات مهم در زندگی و موضوعات کاری و اجتماعی افراد ثروتمند اشاره می‌کنیم که همون درک و نوع استفاده و برخوردشون با مد و طراحی لباسه. یکی از موضوعات بسیار مهم برای افراد قدرتمند و ثروتمند که به وسیله اون و به وسیله طراحی لباس و مد و لباس و استایل و موقعیت‌های مختلفی که در این بخش براشون ایجاد میشه بیشترین تأثیرگذاری رو بر افراد مختلف دارن. همیشه ثروتمندان و افراد قدرتمند به لباس و محصولات و مواردی که به مد و طراحی لباس مرتبط میشه و ارتباط داره اهمیت بسیار بالایی میدن. شخصیت و تأثیرگذاری اونها بخش مهمیش رو از مد و طراحی لباس میگیرن. برندها، شرکتها و محصولات مختلفی در دنیا تولید و تهیه میشه که بخش بزرگیش و بخش با اهمیتش و خاصش برای افراد قدرتمند و ثروتمندان ایجاد میشه. برندها همیشه
اولین مشتریان و اولین افرادی که در برنامه‌ریزی‌های خودشون براشون برنامه ریزی میکنن و توی دایره کاریشون و دستور کاریشون ازشون استفاده میکنن افراد ثروتمند و قدرتمندهای دنیان. طراحی لباس و مد یکی از موضوعات بسیار مهمه در زندگی افراد خاص و ثروتمندان و افراد قدرتمند. آیا شما هم میخواید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید؟ آیا شما هم میخواید قدرت رو احساس کنید؟ آیا شما هم میخواید به منابع مالی، امکانات و ایده های خودتون جامعه عمل بپوشید و با افراد سطح بالا و قدرتمندتر و جذابتری در اجتماع برخورد داشته باشید و با اونها همکاری کنید؟ من به شما میگم به مد و طراحی لباس و چیزی که به عنوان استایل استفاده میکنید اهمیت بیشتری بدید. بخش دوم محصولات مد و محصولات لوکس. در بین محصولات مد و در بین محصولاتی که به عنوان محصولات مد ارائه میشه و به بازار عرضه میشه و برای افراد و طبقات مختلف ارائه میشه، محصولات لوکس و محصولات خاص و درجه یک و تاپ همیشه از اهمیت بسیار بالاتری برخوردارند. جواهرات، لباس‌ها با پارچه‌های با کیفیت، اکسسوارها و نوع استفاده از این تکه‌ها در کنار هم برای داشتن استایلی مناسب و استایل خاص همیشه یکی از مهمترین ها در استفاده و اهمیت دادن و اهمیت محصولات لوکسه. برندهای بزرگ، برندهای سطح یک جهان همیشه بخش خاصی رو برای محصولات لوکس و محصولات خاص خودشون در برندشون دارن و در اتاق فکرشون برای افراد خاص و افراد ثروتمند و قدرتمندان جهان همیشه محصولات لوکس و درجه یک و خاصی رو طراحی و ایده پردازی میکنن.